دادر جون همین شرکت شما همه که تعریف میکنن که شرکت زمزمه. من هم میخوام که همین شرکت زمزم قطعی از مسکو اومده زیارت روم. دادر جون دادر جون همین شرکت شما همه که تعریف میکنن که من هم میخوام که از همین شرکت شما زیارت روم. بله سربلند باشید. شرکت زمزم شرکتی است که کفالت میدهد که همه مسلمانان روی دنیا از اینجا به خانه خدا سفر کنند. رحمت دادر جون ما گشتم میبیم. ها همون گفتگی تو نه توفه. ای سلامت باشید دادر جون. این توفه بینی. رحمت دادر جون رحمت. ما حتما میبیم. سلامت باشید. ای مرده گرفتی؟ او چوی که بسیار گرفتی؟ دار کنش این مرده خیلی خالی کاری که خدا دارم. روز شرکت زمزم گیاهای شفابخش را توسعه می‌دهد. شرکت زمزم با دلی پر با کفالت شما را به زیارت خانه خدا برده می‌آورد. شما تنها مراجعت کنید سراغه ما در مرکز شهر مسکو. تنها شخص ساده یعنی دیوانه تا آخر عمر فکرش رو دیگر نمیکند و هر فردی که سالم است باید با آرزوی نیک زندگی کند و هر لحظه فکرش رو برای پیشرفت حیات و زندگی دیگر کند وگرنه رنگ من همیتا دیوانه میمونه. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله. هي اللي غرك الليل وغراك النديم هي اللي هزك الشوق والمسرى ضياع ووقفي بين الخطا والصراع. شلون نقابون خوش آمده.